سلام بچه ها، حال شما خوب انشالله. مثل همون روزی که بهتون قول دادم آنباکسینگ، اینم آنباکسینگ موتور شارژی که گفتم. اینم سویچشه. راستی یه اسمم براش انتخاب بکنیم. شارژرش هم همینه، فست شارژر. باتریشه، یعنی 5 تا باتری داره. 20. خب اینا رو بکنیم. خیلی خوش فیسه. ببین بچه ها، این من خیلی منتظرش شدم، نزدیک 3 ماه منتظر شدم این مدل رو بگیرم، مدل R900. دیسکیه ترمزاش. خب اینم بکنم. دیسک ترمز عقبش خب چیزه، تقریبا بهش میگن ABS. خب اینم یه شارژشه. دنده عقب یعنی خب یه بوخشه. اینم که راهنماشه. اینم 2 تا منبع روغنش. خب چراغ عقبشه. خلاصه اینم چراغشه، چراغ LEDه دیگه. چیزی میشه اینجا شارژ میشه، دم دستت میتونی بذاری. اینجا هم آویزونشه، شارژ USB. بعدی استند گوشیه که راحت میتونی گوشی تو اینجا بذاری. واسه اینم که با این دنده یه جورایی دنده عوض میکنه. خلاصه نظر خودتونم بدید چیه. بره که یه ولاگم داخل شهر بگیریم. دیسک جلوش خیلی باحاله. فعلا تا بعد، خدا نگهدار.